سلام، من بروک هگز هستم، نویسنده کتاب پرفروش حکایت خط لوله. من کتابم رو با داستانی درباره پابلو و برونو آغاز می کنم که در تلاش برای دست یافتن به استقلال مالی دو راه کاملا متفاوت رو انتخاب می کنند. چیزی که الان خواهید دید فیلم کارتونی ماجرای این دو نفره. بنابراین تکیه بدین و با آرامش از درس‌های سرنوشت ساز این داستان لذت ببرید. در جای خیلی دور و در یک دهکده کوچک نزدیک یه دره زیبا دو دوست زندگی می‌کردن، پابلو و برونو. هر دوی اونها جوان بودن و رویای یه زندگی بهتر برای خودشون رو در سر داشتن. اونا از کار سخت نمی‌ترسیدن و به دنبال فرصت‌هایی می‌گشتن که بهشون کمک کنه به اهدافشون دست پیدا کنن و به رویاهاشون رنگ واقعیت ببخشن. یه روز یه فرصت براشون فراهم شد. شهردار دهکده تصمیم گرفت دو نفر رو استخدام کنه تا از چشمه‌ای که روی کوه در اون طرف دره بود آب به دهکده بیارن. قرار شد که اونها بر اساس میزان آبی که به دهکده میارن دستمزد بگیرن. برونو و پابلو با شور و اشتیاق تمام کار رو به دست گرفتن. هر روز از صبح تا شب اونها سطل‌هاشون رو به چشمه می‌بردن و برمیگردوندن. اونها سخت کار می‌کردن و آبو به دهکده حمل می‌کردن. هر شب اونها با دستمزدهای روزانه‌شون به خونه برمیگشتن. برونو از کارش و از پولی که در می‌آورد راضی بود. اون مطمئن بود که با این شغل میتونه به آرزوهاش دست پیدا کنه. برونو به این فکر میکرد که برای افزایش دستمزد میتونه از سطل‌های بزرگتری استفاده کنه و در هر رفت و برگشت آبهای بیشتری بیاره. اون با خودش فکر میکرد که با یک درآمد بیشتر به زودی میتونه یک گاو بخره و البته خونه ای رو که همیشه آرزوش رو داشت. در همین حین پابلو اصلاً راضی نبود. در پایان روز کمر و دستاش درد میکردن و به شدت هم خسته بود. اون به دنبال راه آسونتری میگشت تا بتونه درآمد بیشتری داشته باشه. یه روز یه ایده به ذهن پابلو رسید. اون در فکر ساختن یه خط لوله بود که میتونست آب از چشمه بالای کوه به دهکده برسونه. با این خط لوله اون میتونست آب بیشتری رو به دهکده برسونه بدون اینکه سطل‌های آب رو دائما در مسیر چشمه به دهکده و بالعکس حمل کنه. چیزی نگذشت که پابلو در مورد ایدهش خیلی به هیجان اومد و شروع به نقشه کشی و برنامه ریزی کرد. پابلو طبیعتاً ایدهش رو با دوستش برونو در میون گذاشت و ازش خواست که بهش ملحق بشه و در کار ساخت خط لوله بهش کمک کنه. اما برونو گفت که این ایده احمقانه است. تنها چیزی که برونو بهش فکر میکرد این بود که امروز با پولش چه چیزایی میتونه بخره و چطوری اون پول زودتر به دست بیاره. اون عقیده داشت که ساختن خط لوله کار کندیه و رسیدن به اهدافش رو به تأخیر میندازه. برونو به جای قبول کردن ایده پابلو سطرهای بزرگتری برداشت و دفعات رفتن به چشمه و بالعکس رو افزایش داد. اون مطمئن بود که با این روش پول بیشتری در میاره. اما پابلو تصمیم گرفت که خط لوله رو به تنهایی بسازه. اون میدونست که ساختن خط لوله کار ساده‌ای نیست و تکمیلش زمان میبره. پابلو میدونست که اتمام این کار میتونه چند سال طول بکشه، اما ذهنش رو فقط معطوف به هدفش کرد. طبیعتاً پابلو در ماه‌های اول چیز کمی برای نشون دادن به عنوان نتیجه کارش داشت. برونو و مردم دهکده بهش میخندیدن و مسخرش میکردن. اونا صداش میزدن پابلو مرد خط لوله‌ای. در طول این مدت رفت و آمد برونو 2 برابر شد. اون تونست یه گاو و یه خونه بزرگتر بخره. زندگیش عوض شد. اون حالا بعد از کار وقتش رو تو کافه میگذروند و از پولهایی که به سختی با تحویل آب در آورده بود لذت میبرد. چیزی که برونو درک نمی‌کرد این بود که بدنش به دلیل حمل روزانه سطل‌های سنگین شروع به خمیده شدن کرده بود.
صورتش چروکیده و بدنش خسته شده. چیزی نگذشت که آب کمتر و کمتری رو به دلیل شرایط جسمیش حمل می‌کرد. ماه‌ها و ماه‌ها پابلو کار می‌کرد. خیلی زود 1 سال گذشت و سال دوم. بالاخره پابلو خط لوله‌اش رو تموم کرد. حالا اون از خط لوله‌اش به جای حمل سطل برای رسوندن آب به دهکده استفاده می‌کرد. حالا پابلو داشت از همیشه بیشتر پول در می‌آورد. آب همینطور داشت به دهکده سرازیر می‌شد، در حالی که پابلو اصلاً دیگه کار نمی‌کرد. در حالی که اون استراحت می‌کرد، آب به دهکده سرازیر بود. پابلو خوشحال بود و به فهم، پشت و کار و سخت کوشی خودش افتخار می‌کرد. حالا دستمزدش سرازیر بود، همونطور که آب سرازیر بود. در جهان حمل کنندگان سطل‌ها 1 سازنده خط لوله باشید. داستان برونو و پابلو تصویری از زندگی ماست. شغل اونها نماد کاریه که اکثر مردم برای پول درآوردن انجام میدن. برونو درآمدش رو با استفاده از سطل تامین میکنه. اون به چشمه میره و برمیگرده و در مقابل آبی که با سطل میاره پول دریافت میکنه. او برای افزایش درآمدش ناچار یا بیشتر به چشمه بره و برگرده یا از سطل‌های بزرگتری استفاده کنه. این یک روش معمول در زندگی ماست که با بیشتر کار کردن درآمدمون رو افزایش میدیم. به طور مثال با اضافه کاری کردن یا با گرفتن شغل دوم. البته ما سطل هامون رو هم با قبول پست های پردرآمدتر بزرگ میکنیم که این هم معمولاً باعث صرف کردن زمان بیشتر بر سر کارمون میشه. اکثریت ما زمان رو در برابر پول عوض میکنیم، کاری که برونو انجام میداد. همه میدونیم که هر شخص فقط 24 ساعت در شبانه روز وقت داره و این امکان هم وجود نداره که تمام این مدت رو به کار مشغول باشیم. سخت‌ترین اوقات زمانیه که ما نمیتونیم زمانمون رو با پول معاوضه کنیم، به دلیل کهولت سن یا دلایل دیگه. در این موقع که درآمدمون متوقف میشه. حالا بیایید کار پابلو رو مرور کنیم. با خردمندی تمام، پابلو تمام زمانش رو در برابر یک درآمد محدود معاوضه نکرد، بلکه از مقداری از زمانش برای ساختن یک خط لوله استفاده کرد. اون میدونست که خط لوله باعث یه درآمد مستمر و مداوم میشه تا زمانی که آب از لوله جاری باشه. یه درآمد مستمر که زمانی رو که هر روز پابلو کار میکرد چندین برابر نشون میداد. پابلو میدونست که بالاخره یه روز شاید به دلیل کهولت سن و یا بیماری دیگه نمیتونه زمانش رو در برابر پول معاوضه کنه. پابلو میدونست اگه بتونه ایدهش برای ساختن خط لوله رو تحقق ببخشه، تنها کار سختش ساختن خود خط لوله خواهد بود. بعد از اینکه خط لوله کامل شد، پابلو میتونست سرازیر شدن آب رو زیر نظر بگیره و از خط لوله نگهداری کنه تا مطمئن بشه که درآمدش ادامه خواهد داشت. پابلو به ما نشون داد که برای درآمد کسب کردن ما مجبور نیستیم مستقیما زمانمون رو با پول معاوضه کنیم. حقیقتاً راه‌های بهتری هم وجود داره. شما چطور؟ آیا شما هنوز هم مثل برونو هستید که مستقیما زمان رو با پول عوض می‌کرد؟ یا اینکه میخواید مثل پابلو باشید و یه خط لوله بسازید و از اون نگهداری کنید تا درآمد مستمر رو جاری داشته باشید؟ گوینده متن امین حیدری.